پیوستما عبدالمومنووا مادر گلبدین زیوبکوف جوان 29 ساله‌ای که مرگ او باعث اعتراضهای 4 روزه در بدخشان شد روز 1 دکامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که میخواهد با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صحبت کند. پیوستما عبدالمومنووا گفت مقامات بدخشان عرضش را نشنیدند و او اکنون میخواهد دادش را به پرزیدنت رساند. گلبدین زیوبکوف روز 25 نوامبر در جریان یک عملیات ویژه مقامات در دهه تقدیم نویه روشقلا کشته شد. بنا به فریضه مقامات زیوبکوف ماه فوریه سال 2020 یاور دادستان نویه روشقلا عبدالسلام ابیرزاده را گروگان گرفته بود و با اتهام گروگانگیری و برانگیختن کینه و عداوت تحت جستجو قرار داشت. دادستانی بدخشان گفت که زیوبکوف گویا هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده و در نتیجه تیر جوابی زخمی شد. ولی پیوستما عبدالمومنووا مادر گلبدین زیوبکوف میگوید پسرش سلاح نداشت. قسم به نام خدا، قسم به ارواح پسری نو گذاشتم که او سلاح نداشت. وی خدمت هم نکرده بود، تپانچه را نمیدونست، بچه من حتی سیگارت نکشیده بود، وی به یگان کس ضرر نرسانیده بود. پیوستما عبدالمومنووا همچنین گفته است بعد آن حادثه گویا گروگانگیری کارمند پروکراتور کسی از مقامات پسرش را سراغ نکرده است و حتی برای بازپرسی به او دعوتنامه نفرستاده بود. ساکنان تقدیم نیز میگویند که گلبدین زیوبکوف را هنگام روز 25 نوامبر در نزد مغازه دهه دستگیر کردند. او با خود سلاح نداشت. با این وجود میگویند ساکنان کارمندان مقامات ویژه گلبدین و چند ساکن دیگر تقدیم را از سلاح زخمی کردند و 2 نفر آنها گلبدین زیوبکوف و توتیشا امیرشایف بعدا به هلاکت رسیدند. قضیه گروگانگیری را نیز ساکنان تقدیم به گونه دیگر شرح میدهند. آنها میگویند یک دختر محلی از وی را تعقیب کردن یاور دادستان به داد آمده از همدیگانش حمایت خواسته است و بچه‌های تقدیم که یک لیدر غیر رسمیشان گلبدین بود با ابیرزاده صحبت کردند تا به دختران محلی چقدر نشود. در آن شب و روز در اینترنت ویدیویی هم نشر شده بود که ابیرزاده از مردم بدخشان برای آن رفتارش عذر میپرسد. این جنجال در همان اول سال 2020 با میانروی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف حل شد و ابیرزاده را به جای دیگر به کار گذرانیدند. ولی پروکراتور ولایت بعد از کار رفتن یادگار فیضوف این پرونده را از سر گرفت و کار به جای کشید که گلبدین زیوبکوف و یک ساکن دیگر تقدیم کشته شدند و ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد موج نو اعتراض‌های شد که 4 روز دوام کرده. شام 28 نوامبر در پی 10 ساعت مذاکرات مقامات و اعتراضگران به انجام رسید. یک تفاوق اساسی در این مذاکرات به دست آمده پیرامون تحقیق مشترک قضیه مرگ گلبدین زیوبکوف بود که مقامات تفتیشاتی باید زیر نظر نمایندگان جامعه شهروندی انجام دهند.